در سلسله فیلمی مذکور که با تمام شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان به نمایش گذاشته شد و حتی ما نیز همچون استادان دانشگاه این فیلم را با جریان درس تهیه آن را نمایش دادیم و دانشجویان فهمانیدیم که اصلا ماهیت مقصد و هدفهای گرفته شدن فیلم مذکور هم با تیشه زدن و پایه های آن خیانتکاران، منفوران، ملت فروشان، وطن فروشان، خائنان دولت بود. پیش از همه معلوم است که این فیلم در اساس دلیل و برهان‌های قاطع دایر به مسئله خیانتکاری آن عمل فروشان و که ملت فروشان بود. باز یک بار دیگر اثبات نمود که آن خائنان وطن دیگر وطن ندارند. آنها با این عملشان نشان دادند که با خلق و وطن عزیز خیش خیانت کردند. دیگر اینکه از همان اول سالهای 90 که جنگ تحمیلی شهروندی سر زد، ما میبینیم که در آن بسیار حزب و حرکت ها و سازمان های بسیار در آن بپا خیستند. از جمله یکی از همین گونه حزب ها حزب نهضت اسلامی که از جانب وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 6 اکتبر سال 1990 همچون فعالیتش قانونی گردانیده شد و تا 29 سپتامبر سال 2015 وی فعالیت کرد و در جریان فعالیتش معلوم شد که همه آن ناپاکی ها، همه آن ناسازی ها، همه آن دهشت های جنگ تحمیلی شهروندی سر زدن در پی آن عملهای کردارهای منفورانه حزب نهضت اسلام بودند. بار دیگر این حزب نهضت اسلام نشان داد که در خود در اساس آیین‌نامه خود، در اساس نظامنامه خود عمل نکرد، بلکه خیانت ها کرد و پیشرفت به شکوفایی وطن عزیز ما یگان عمل ها نکرده است. و برعکس حال ما میبینیم در اساس همین سند هم معلوم است، نشان داده می شود که همه آن ناسازی ها، همه آن عمل های خاطئ آنها با چی؟ با پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان چی؟ مانع می شدند. و بار دیگر نشان دادند که همین حزبیان نهضتیان برای قتل و کشتار روشنفکران، خب خادمان سیاسی، خادمان دولتی بسیار چیکارند؟ مانع شدند. برای چی؟ برای آن که همین مفکوری خلق را پس زدند، برای آن که برای پیشروی شکوفایی تاجیکستان عزیز ما مانع باشند. و البته چه خیلی که میگویند حقیقت حال روی زد و این عمل ناپاک نهضتیان، این عمل خیانتکاران ملت در همین فیلم خیانت، فیلم مستند خیانت آشکارا بیان